هارنس یا کمربند کوهنوردی که حالا توی ریلزای قبل با هم صحبت کردیم در موردش، این کمربندی که من الان تو دستمه این برای کوهنوردیه، ولی برای کار ما هم میشه استفادهش کرد. یعنی دوستانی که حالا استراکچر نصب میکنن، سازه میزنن یا درب و ریل میزنن، جونتون ارزش زیاده، حتما یه دونه از اینا برای خودتون بگیرید. چیز خیلی راحتی هم هست، نیاز نیست سر کار حالا به سختی تو تنتون بکنید یا اذیتتون کنه از لحاظ حالا این که توی کار نمیتونید بچرخید یا حرکتی داشته باشه. حالا من میپوشم ببینید چجوریه که بتونید برای خودتون تهیه کنید. یه رد شه، از اینجا ردش کنید و تمام. ببینید میاد بالا خیلی راحت. با یه دونه کارابین میتونید اینو وصلش کنید به سازه. هر دفعه هم خواستید جابجاشید جابجاش کنید. کمربندایی که معمولا توی ابزار فروشی ها هست زیاد کارایی نداره، چون که اگه بیفتید احتمال اینکه کمرتون هم بشکنه هست. ولی خب این حداقلش اینه که کمرتون زیاد آسیب نمیبینه. اگه از اینا تهیه کنید خیلی خوبه.